اولو تانره نادیلا انصاف علی هدایت هستم و برنامه 160 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. امیدوارم که با هر کتاب ترکی خطی قدیمی دست نوشته تخصصی آشنا میشیم یک نوری، یک شمعی و یا حتی یک انفجاری در درون دیوارهای ضخیم مهندسی جهل، مهندسان جهل، بتونیم انفجارهایی رو ایجاد بکنیم، نورهایی رو روشن بکنیم تا از درون زندان به بیرون یا از تاریکی زندان به روشنایی بیرون از زندان رهنمون بشیم. برای این منظور میرم یک کتاب دیگر قدیمی دست نوشته تخصصی به زبان ترکی رو پیدا میکنم تا اون رو ورق بزنیم و امروز ببینیم که با چه کتابی میتونیم آشنا بشیم. من حالا لغت الانوار رو دیروز خوندیم اگر اشتباه نکنم و کیفیت صوف رو هم دیروز خوندیم که این کیفیت صوف نبود، بیشتر صلات و صلوات بود و اون یکی هم لغتنامه بود که خیلی هم نتونستیم باهاش ارتباط برقرار بکنیم. حالا اینجا یک کتاب دیگری هستش که من نمیدونم چی هست، محلت و محبت الفابلق، این چی هستش نمیدونم. بذارید این کتاب رو باز بکنیم و همچنین کتاب بعدی رو، کتاب مثنوی رو، این دوتا کتاب رو امروز باز بکنیم ببینیم که آیا میتونیم از اینها یه چیزی بخونیم. این کتاب، حالا این دوتا کتاب پایینی چی هستش؟ بله این کتاب دیروزی هستش که بذاریم باشه. امروز این دو کتاب رو باز کردیم. کتاب خب با عجایب کتاب میشیم. این دست اول چک نویس کتاب رو میبینید. همونطور که ملاحظه میکنید کتاب رو باز کرده. این کتاب گفته که محلت و محبت با ت دسته‌دار هستش هر دو، الفابلق 266 صفحه نوشته شده این کتاب که در 133 صفحه PDF میتونیم این رو ببینیم. احتمال میدم این به جادو و جنبل ربط داشته باشه و خب این کتاب رو ورق زده و از یه جایی که شماره 73 رو اینجا نشون میده، یعنی صفحه 73 عکس گرفته. ظاهرا یه تعدادی از صفحه ها رو عکس نگرفته، احتمالا نمیدونم. حالا در اینجا یه اتفاقی افتاده و اون این که ما با دو فرضیه الان در پیش روی ما هستش در مقابله با این کتاب. یکی این که این کتاب یا چرکنویس اولیه هست یا این که یک کسی از انگشتشو به مرکب سیاه زده و این رو روی خطوط کشیده که خطوط خوانده نشه یا خوب خوانده نشه. اینجاش هم هست و احتمال میدم به جادو و جنبل ربط داشته باشه این کتاب. و میدون که کتاب هایی که جادو و جنبل هستش معمولا خطاش انگار که مثلا روی هم خط کشی کردن، یعنی خط خطی کرده دیگه، نمیخواد مثلا غلطه اینجوری، ولی در اصل اون یک ربط به جادو و جنبل داره. نمیدونم. این صفحه که داریم میبینیم این صفحه از پشت عکس گرفته شده و اون صفحه قبل روش که بوده اون عکسش افتاده اینور. البته در این حال این صفحه، یعنی صفحه که اصل نوشته هست 73 روش دیده میشه، به نظر میاد که عکس اون افتاده روی این صفحه. حالا این صفحه جلد هست؟ نه دیگه، قطعا یه چیزی هستش، احتمالا این جلد باشه و اینجا شیرازه هست. 73 صفحه از شیرازه پاک شده، از کتاب پاره شده رفته. حالا اینجا علائم رو داریم میبینیم، اونجا رو نتونستیم بخونیم، نمیدونم اون مربوط به چی هستش و بقیه کتاب رو الان داریم میبینیم.
ربطی پس به به این علائم جادو و جنبل احتمالاً ربطی به متن کتاب نداره، ولی چرا 73 صفحه میگه که احتمالاً از اون کتاب از بین رفته. اینجا با صفحه اصلی کتاب روبرو هستیم. احتمالاً میگم، حالا اینم یه احتمال دیگری هست، این صفحه که به جلد چسبوندن، چون که کتاب ها رو وقتی میدوختن، شیرازه کتاب رو وقتی میدوختن که صفحات به هم دوخته بشه و پاره نشه، این یکی از این صفحات رو میچسبوندن به جلد که از جلد جدا نشه، چون به جلد نمیدوختن که. در نتیجه احتمالاً این صفحه جلده، این صفحه اول هست، ولی 73 رو نوشته، نمیدونم اون چیه. و این 73 هم جدیداً نوشته شده، برای اینکه به لاتین نوشته شده، این در اصل نبوده، این جدیداً نوشته شده. این هم اون مسئله رو پاک میکنه به نظرم میاد. و حالا این صفحه اول که 73 نوشته شده سمت چپی، احتمالاً صفحه رو که برگردونیم با این که اصل کتاب رو برو میشیم اینجوری. و اصل کتاب هم دوباره اینجا یه صفحه بالاش پاک شده، یعنی یک سطر بالاش، ببخشید، یک سطر بالا از این کتاب پاک شده. 2 بار مهر کتابخانه سلیمانیه خورده و چیز شده. این به زبان ترکی هستش کتاب، دقت کردم که به فارسی باشه دیگه نخونم. به زبان ترکی هستش و یکی از نادرترین کتاب هایی که تا الان خوندیم، احتمالاً 10 تا کتاب 15 تا کتاب از میان حدود این 300 کتابی که تا الان خوندیم و تلاش کرد یا اسمش رو گفتیم، چون در یه برنامه حدود 60 کتاب رو معرفی کردیم، فقط اسمهای اونها رو با یه مقدار توضیحات خیلی کوتاهی در موردش صحبت کردیم. بقیه کتاب هایی که گفتیم همشون یکی چند صفحه خوندیم. ولی این کتاب جزو اون کتاب هایی هستش که به زبان ترکی تخصصی نوشته شده و این رو استانداردش کرده، یعنی علامت گذاری و صدا گذاری کرده روی نقاشی صداها که عبارت از حروف هستش، صداها رو گذاشته. در نتیجه ما میتونیم این کتاب رو با هم به اون شکلی که در اون زمان این صدای کلمات رو، صدای جملات رو در می آوردن، میتونیم بخونیم و احتمالاً هم شاید تلاش بکنیم که بفهمیم. کتاب در بعضی جاها به عربی ها رو هم با رنگ قرمز نوشته و صدا گذاری کرده. و اینجا میرسیم به یه جاهایی که بیرینجی، کینجی، چونجی، یعنی فصل ها رو احتمالاً داره میشماره. حالا برمیگردیم اینها رو نگاه میکنیم و میخونیم و همینجوری ادامه داره. این علم و صبر و قناعت و فقر و اینها روایت، برمیگردیم اینها رو میخونیم. اینها رنگ‌های با رنگ قرمز نوشته. دوباره 1 2 3 رو هم اینجا میبینیم. بعد میرسه به یک جدول، در یکی از صفحه ها میرسه به یک جدول و اینجا دوباره اول یک کسی هم اینجا تلاش کرده، این هم جدیده، احتمالاً تلاش کرده الف ب ت س جیم ه خ رو ادامه بده که نتونسته، ولی در بالا یه چیزهای دیگری این تو این جدول هستش که حالا تلاش میکنیم جدول رو حداقل بخونیم. کتاب هیچ کادری نداره، در نتیجه اول سطر و آخر سطر در یک خط مستقیم نمیره، تمام نمیشه، یا اول سطرها در یک خط زیر هم مستقیم باشه نیست، حالت موج پیدا کرده، شکم به درون پیدا کرده و آخر سطرها پس و پیش شده، یعنی زیبایی خاصی رو نداره. از اون جهت ما در کتاب‌های قبلی این وضعیت رو ملاحظه کرده بودیم. البته سطرها خیلی به هم نزدیکن، کلمات به خاطر اون صداگذاری که دیده میشه خیلی تو دل هم رفتن، ولی با این حال این کتاب بسیار زیبایی هست برای اینکه من میتونم بخونم. احتمال میدم که بتونم 90% حتی 95% کلمات
این کتاب رو اگر خیلی تخصصی نداشته باشه که من در ذهنیتم از اون کلمه هیچ صدایی و هیچ نقاشی در ذهنم نباشه میتونم بخونم، شاید هم 99% رو بتونم بخونم. کتاب به همون شکل ادامه داره و با آنکه شیرازه کتاب رو ما میبینیم که آسیب دیده، اما به خود کتاب خیلی آسیب جدی وارد نشده. صفحه های انتهای صفحه ها یا اونجایی که چیز هستش در مرور زمان و به خاطر اینکه دست و اینها خورده رنگش زرد شده، خیلی زرد شده نسبت به متن. این در حاشیه های کل کتاب این رو میتونیم ببینیم. کتاب به همون شکل و با همون خط ادامه پیدا میکنه. اینجا با یه جایی مواجهیم که انگار دستش رو مثلا تر بوده اونجا زده و یه مقدار خواسته اونجا رو پاک بکنه یا یه چیزی، نمیدونم، تو این مایه ها. این رنگ سیاهی که در وسط کتاب میبینیم دو تا دلیل میتونه داشته باشه به نظر من. یکی به خاطر وقتی فتوکپی میکردن این کتاب که باز نمیشده کامل اونجا سایه افتاده، یکی به این دلیل میتونه باشه، یکی به این دلیل دیگر، یعنی اینکه احتمالاً پاره شده باشه که نه، به پارگی ربط نداره ظاهراً. برای این کتاب ظاهراً تا اینجا ندیدم که حاشیه نوشته باشن، ولی خب کتاب واقعاً یگانه است. حالا ببینیم متنش چی هست. این متن بسیار اسمش چه خیلی عجیبه، یعنی محلت و محبت. این به معنی محبت یا اون مهربانی نیست. کتاب رو دارم با یه مقدار سرعت بیشتری ورق میزنم که بتونیم به انتهای کتاب برسیم. شاید بتونیم یک کلمه‌ای و اگر یه تغییراتی در این صفحه ها دیده بشه ما بتونیم اینجا پارگی کتاب رو میتونیم ببینیم که احتمالاً هم سوخته، احتمالاً هم کتاب سوختگی داره. اینجا برگ صفحه از بیرون خیلی آسیب دیده، احتمالاً یا پاره شده و یا اینکه این قسمتی که الان داریم خارج صفحه ها رو میبینیم وقتی باز میکنه نشون میده که خیلی سیاه شده. عجبا دود گرفته، یعنی آتش گرفته بوده اونجایی که این کتاب بوده و این آسیب دیده، یا اینکه مثلا فرض دیگری نمیتونم براش قائل بشم به خاطر اینکه عرق این کار رو نمیکنه، سیاه نمیکنه، زرد میکنه، یه مقدار اون تیزی کاغذ کج میشه و اون تیزیشو از دست میده. ولی خب میدونی زبان فارسی نمیتونه توضیح بده که این چه اتفاقی برای این وقتی که عرق دست و فشار کتاب به دست باعث میشه این کتاب به تدریج اون تیزی صفحه ها از بین بره، نرم بشه و خم بشه، یه مقداری حالت اون تیزی کتاب به دایره مانندی تبدیل بشه و تبدیل به نمیدونم خم بشه و اینا دیگه اینجوری. همه اینها در زبان ترکی در این باره خیلی قدرتمنده و میتونه افکار رو به راحتی مفهوم رو برسونه. ایلیپ یپرانب ایلیپ یپرانب کتاب با خط خیلی زیبایی نوشته شده، همون سبک ادامه داره، هیچ تغییری درش ایجاد نمیکنه. احتمالاً در اطراف کتاب، یعنی 3 طرف هر متن، جا برای نوشتن نظر و انتقاد و اینها، حاشیه نویسی یعنی گذاشتن، ولی ظاهراً این کتاب خیلی خونده نشده. البته میگم گاهی آدم فکر میکنه که علائم در حاشیه های کتاب هستش که احتمالاً یکی خونده باشه. اینجا دوباره ما با یه متنی مواجه هستیم که اثر انگشت رو اینجا میبینیم، انگشتی که حالا یا غذا چرب بوده یا مرطوب بوده گذاشتن و این کلمه تقریبا پاک شده تقریبا و عکسش افتاده اینور و در زیر دوباره یک کلمه رو میبینیم که
انگار کشیدن که دیده نشه. نمیدونم، حالا احتمال میدم که یکی عمدن میخواسته به این کتاب آسیب بزنه. و آب رفتگی رو در کتاب هم میتونیم ببینیم. احتمالا در این قسمت ها تا الان متوجه نشده بودم، در اینجا متوجه شدم که چیز هستش. کتاب در اینجا در این صفحه پایانی تمام میشه و دوباره با صفحه‌ای روبرو هستیم که در اطراف این کتاب یه چیزهایی رو نوشتم و بعد تلاش کردم پاکش بکنن. در صفحه آخر هم محاسبات خیلی زیادی رو برعکس کتاب رو برعکس کردن و محاسبات زیادی رو انجام دادن که سر و ته میشه دیگه. خب برمیگردیم اول کتاب و حالا اون جادو و جنبر رو من فکر کردم اولش از اون باشه، از اونجا رد میشیم و میریم سراغ متن کتاب ببینیم چی نوشته. حالا ما با بسم الله الرحمن الرحیم برنامه رو شروع کردیم، دوباره با بسم الله کتاب رو شروع میکنیم، ولی ببینیم این چرا ننوشته، آیا توضیحی میده در این باره یا نه. شکر و سپاس نگفته. شکر و سپاس و اول تنریه کیم آندن آرتوک تنری یوک. خیلی زیبا. حالا داریم بر اساس اون چیزی که اون نوشته داریم میخونیم. یه مقدار یواش میخونم که کتاب رو بتونیم بر اساس اون زمان بازسازی بکنیم. حتی شکر و سپاس و اول تنریکیم آندن آرتوک تنری یوک و ثنا و تحیات اول پادشاه نه کیم بیزه نه همون احتمالاً بی باشه، برای اینکه اون رو ننوشته. احتمال میدم بزه ایمان روزی قلدی معرفت بیرله یعنی برابر. معرفت بیرله و بیزی سقلدی küfür و زلالت yolundan rahmet ve inayet birle ve salavat ol peygamberler serverine ve alimler Fahri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem üzerine olsun kim? خب olsun kim? Hakkın rahmetine ulaşa bizi şefaat birle ve onun âl ashabi üzerine olsun kim? Kuvvetlendirip bize İslam dinen. حالا اینجا یه مقدار چیز شده در نمیشه، نمیدونم دینون باید بخونیم. دینون البته اینجا دینن، اینجا اگه بگیم شجاعت احتمالاً دین نیست. بیزه اسلام اسلام دریان. اینجا یه چیزی هستش که نمیدونم این معنی چی میشه. حالا بذارید ببینیم در خود جمله این چی میاد. یه مقدار رنگ کلمات به هم ریخته، در نتیجه نمیدونم که این چی هست. اسلام حالا اینجا یه چیزی هستش که نمیتونم. شجاعت برله و بوندن sonra bu ضعیف گل kim اینجا گاول نوشته، گول دایر. گاول، بو ضعیف البته باید گول بخونیم برای اینکه حالا برای اینکه رو چی ترجمه بکنم. گفتیم گول به منزله عبد هستش که ترجمه کلمه عبد هستش و
به معنی کوچیک، همون که عبدالله مثلا الله گله که امروز هم اسم هستش، ولی اینجا اگه من اینو درست بخونم گاول کیم، bu ضعیف گاول کیم یعنی bu ضعیفین گولی، اما گول اگه بخونیم یعنی bu ضعیفی که گولده، گول الله، عبده میخواد کلمه عبد رو، bu ضعیف گول کیم محمد ابن بالیدر اسم خودش رو معرفی کرد. اسمش چیه؟ من ضعیف گولم، من ضعیف گولون آده محمد ابن بالیدره. gördüm kim متقدمler ulusi زاهد ابو نصر ابن طاهر ابن محمد السر حسن رحمت الله علیهم. حالا اینجا دوباره کتاب یه رنگ از هم پاشیده، یا آبی ریخته روی کتاب یا یه چیزی بالاخره اتفاقی افتاده که این علیهم کتاب جمع ایلمش، احتمالا اون یه بیر کتاب علیهم بیر کتاب جمع ایلمش. حالا میگه اسم من فلان هستش، محمد ابن بالیدر هستم. دیدم که مقدمین یعنی گذشتگان، کسایی که در جلوتر از ما زندگی کردند و رفتند از دنیا، و بزرگان اولو بزرگ. حالا در زبان ترکی از این کلمه اولو واژه اولوس رو ساختند که اولوس شده ملت. ترک اولوسو یعنی ملت ترک، میشه به معنی نژاد هم گرفت کلمه اولوس رو، ولی اینجا بیشتر اولو به معنی بزرگان، اونجا هم به معنی همون باشه. ترک اولوسی یعنی بزرگان ترک، یعنی ترک خودش بزرگه، اینو میخواد بگه. خیلی کلمه زیباییه. متقدملر اولوسی زاهد یعنی بزرگانه، زاهد ابو نصر ابن طاهر ابن محمد سر حسن رحمت الله علیه بیر کتاب جمع ایلمش. این اسمی که الان گفتیم ابو نصر ابن طاهر ابن محمد سر حسن، این آدم الله رحمتش بکنه یه کتابی جمع کرده، جمع ایلمش. هر بیر سوزی بین جانه دگر، هر یک کلمش ارزش 1000 تا جان انسان رو داره. هر بیر سوزی بین جانه دگر، اما gördüm ترکیب محلت و محبت الفابلوگ ibaretinde yazmışlar. میگه دیدم که اما gördüm ترکیب محلت مه حسن ه ل ت دستدار و محبت دوباره با ت دستدار. الگابلوگ، این نمیدونم الگابلوگ احتمالاً باشه. الگاب عبارت است از لقب ها، ولی این آیا اون هستش نمیدونم. الگابلوگ عبارتinde yazmışlar، مثل عباراتی که القاب داره مثل اون نوشته شده. diledim kim، دلمک آرزو کردن، اراده کردن. دلمک با آرزو فرق داره. آرزو یه چیزیه که چشمونو میبندیم، خیال میکنیم، آرزو میکنیم و بعد میخوابیم. دلمک اراده هست. اما gördüm ترکیب محلت و محبت الگابلوگ ibaretinde yazılmışlar. Diledim kim bu şerif ve latif نسخه دیده، اصلشو ندیده. نسخنın لطف و شرف داخی آرتوک اوله. برای اینکه لطف و شرف این کتاب افزایش پیدا بکنه چیکار کردم؟ اول سقیم عبارتن
احتمالا سقیم یعنی عربی، کلمه عربی هست، کاملا معنیش رو نمیدونم، باید رفت و گوگل کرد ببینیم سقیم چی هستش، برای اینکه سقیم رو در زبان فارسی به کار میبرن و بیشتر مفهوم تحقیر و توهین داره. ولی بذاریم ببینیم که اینجا سقیم به چه معنی هستش. سقیم، ضعیف، ذیل، تافه، اعجف، مریض. حالا یه چین معنایی رو گذاشته اینجا. کلمت سقیم تعنی فی الاساس مریضا و علیلا. این کلمه سقیم معنیش اینه در اصل به معنی یا مریض هست یا علیله، یعنی ناقصه. یه آدمی که مثلا دست و پایی نداره بهش میگن علیل دیگه، حالا هر چیزی که داشته. ولکن لها معانی اخرى مثل ضعیفا و سخیفا و غیر صحیح عند وصف الكلام او الفهم او الاسلوب كما يمكن ان تطلق على الشخص الحاقد او على الحديث المخالف الصحیح فی علم الحدیث. حالا این کتاب رو نباید به این معنی گرفت اینجا، یعنی به این معنی هایی که اینجا گفته لطف و شرف دقی آرتق اوله. این کتاب میگه خیلی مهمه که هر کلمش به 1000 تا جان انسان میارزه، ارزشش بیش از 1000 تا هر کلمش. حالا اینجا نمیخواد بیاد بگه که این یک ضعیف بدبخت مریضه، یعنی این کلمات این کتاب. برای همین من میگم که لطف و شرف دقی آرتق اوله اول سقیم عبارتن بو فسیح و روشن ترکیه دندردم. حالا اینجا اول سقیم عبارتن، اون عبارت های احتمالاً مریض و گفتش که چیزه مثل القاب و ایناست، احتمال میدم منظورشون باشه. از اون عبارات مریض و ضعیف چیکار کردم؟ نگاه کنید چی میگه. حالا اینجا یک با زبان ترکی این رو مقایسه میکنه و یه جوری اون رو از بین میبره، با اون که ارزش کتاب اینجا خیلی مهمه اما کلمات در اون زبانی که نوشته شده نمیدونم. آرتق اوله اول سقیم عبارتن، از اون عبارت های ضعیف بو فسیح و روشن ترکیه دندردم کم فایده‌لری قوت علمیه فوت علمیه، احتمالاً فایده‌لری فوت علمیه و آنون صفحه بعد و آنون مطالعه سندن گگللریندن زلالت علمیه. حالا میگه در گنولریندن، اینجا این گگل نمیتونیم بخونیم، باید بخونیم گنولر. این کاف دوم نون غنه هستش که به شکل کاف و 3 نقطه بر روی اون نوشته شده اینجا. بعضی جاها به شکل کاف و یه همزه روی اون نوشته میشه، بعضی جاها بدون، مثل لام لام آخری که روی خط مثل کاف کشیده باشه نوشته میشه و روش فقط بدون سرکش، اون کاف که یه سرکش داره بدون اون نوشته میشه و یه همزه میذارن. حالا اینها شکل‌هایی هستش که برای نون غنه در تاریخ پدران ما شکل براش تراشیدن، نقاشی براش تراشیدن. مطالعه سیندن گنولریندن زلالت علمیه، در دلشون زلالت ایجاد، زلالت به معنی گمراهی هستش، گمراهی حاصل علمیه. البته زلالت بیشتر به تاریکی میزنه، یعنی حالا من میتونم این رو دوباره اینجا بخونیم که معنی کلام زلالت او زلال او زلالت هو الانحراف عن الطریق المستقیم او الهدى الصحیح. این از راه مستقیم خارج شدن هستش. حالا پس اینجا میگه که گنولریندن زلالت علمیه، گمراه نشن، از راه خارج نشن. مطالعه ایدنلرون، حالا این کافی که در اینجا هست بدون همون سرکش با اون حالا متفاوتی چیز داره، یه ویرگول داره و یه حالت 3 نقطه در بالاش گذاشته شده، ولی همون نون غنه هست. حالا
اینجا دومین شکل نون غنه رو در یک سطر دیدیم. Mutalaəsindən gönüllərindən zəlalət olmaya mutala edenlerin gönlüne. دوباره اینجا با کاف نوشته. وقتی به آخر میرسه، پس اون نون غنه‌ای که در آخر این کتاب اینجوری حداقل نوشته شده، البته کتاب‌های قبلی هم همینجور بود، اون نونی که در آخر کلمه باشه مثل کاف بدون سرکش با یه ویرگول یا همزه و 3 تا نقطه یا بدون 3 تا نقطه یا بدون 3 تا نقطه فقط همزه نوشته میشه، ولی در وسط که باشه با کاف دارای سرکش و 3 نقطه در بالاش نوشته میشه. گönlüne عشق، اینجا عشق هم ننوشته، عشق و شوق و ذوق حاصل olacak. Mutala edenlerin gönlüne عشق، همون مثل عشق نوشته شده ولی عشق و شوق و ذوق البته و ذوق حاصل olacak. ümiddür kim یعنی امید هستش که ümiddür kim تضعیف ایدن فی دعادن، تضعیف ایدن احتمالا نی باشه، این تضعیف ایدن نی دعادن unutmayalar kim، تصنیف اینم باید تصنیف باشه که تضعیف شده، برای اینکه میخواد بگه اون کسی که نوشته، نمیتونه تصنیف باشه. تصنیف eden fi duaden unutmayalar kim anun mutalaesinden haza. حالا اینجا یک کلمه نوشته شده که از بین رفته، هدایت و کرامت بوللر. اون طرف صفحه، حالا این صفحه اتفاقی افتاده نمیدونم، اون طرف صفحه عکسش افتاده روی این طرف صفحه، در نتیجه یه مقدار تداخل شده. هدایت و کرامت بوللر انشاءالله تعالی امام زاهد ابو نصر ابن طاهر ابن محمد السر حسینی رحمت الله علیه ادی. خب تا اینجا. حالا برگشت دوباره همون کسی که این کتاب رو نوشته از اون سخن نقل میکنه. ادی یعنی گفت. گچن gördüm که، گچن یعنی احتمالاً در کل، حالا نمیدونم این گچن رو نتونستیم معنیش رو پیدا بکنیم دقیقاً چی میگه، اما اون مفهومی که هستش اینه که کلاً geçen gördüm ki halkın bir neçesi ilm ve taat öğrenmeye arzu ve havas ne قصد ایلدم که. خب خیلی اینجا جالب نوشته، دیدیم که اونجا هایی که پ هست اون رو با ب نویسه، این یک چیزی بود. و قبلا در کتاب‌های قبلی هم عرض کردم خدمت ما، در زبان ترکی بعضی از کلمات پس و پیش میشه. مثلا گفتیم چرپو در آذربایجان جنوبی و در آذربایجان جنوبی و آذربایجان شمالی چرپو میگن به پلی که روی آب گذاشته باشن، حالا پل هوایی باشه پل هرچی باشه بهش میگن چرپو. حتی به شلوار یه چیزهایی داره که کمربند رو از داخل اونها رد میکنیم که شلوار نیفته، شلوار رو نگه داره، به اونها هم چرپو میگیم. ولی در ترکیه köprü یعنی ر و پ جاشون عوض میکنه، köprü ر و پ عوض میکنه. حالا این همون مسئله در مورد ارجنمک و اجرنمک هم اتفاق افتاده. دوباره ترکیب در آذربایجان با ترکیه یه مقدار فرق داره این دوتا حرف. این نشون میده که بعضی از کلمات در لهجه های مختلف که جغرافیاهای مختلف رو شامل میشه، میتونه حرف ها جاشون کلمه عین همه، فقط جاشون عوض میشه، یعنی حروفی که در کلمه وجود داره عین هم هست اما جای بعضی دو حرف جابجا میشه. اینکه öğrenmeye arzu
و هوس نه هوز قله. دیدیم که بعضی از انسان ها به علم و طاعت برای اینکه یاد بگیرن و آرزو و هوس میکنن. قصد ایلدون که حق سبحانه و تعالی علمی دنیز. حالا اینجا دوباره میگم اون پشت چیز افتاده نمیدونم، من این رو دنیز میخونم. دنیز فیدن یا فمیدن علم حق سبحانه و تعالی نون، دوباره اون نون آخر با کاف بدون سرکش نوشته شده. علم دنیز فمیدن کیم. حالا اینجا من فمدن نمیدونم این چی باید بخونیم. فیدن دنیزیندن احتمالاً باشه، نمیدونم. دنیزیندن که آنون نهایتی یقدر، بله نه دنیزیندنه، فی نیستش. تعالانون علم دنیزیندن کیم آنون نهایتی یقدر و بیر شربتی ترکیب و بیر شربت، اینم بر دیگه، بر شربت ترکیب ادون کسور görem edin کسورم. حالا نمیدونم این باید سین بخونیم یا اینکه görem احتمالا باشه. görem خلگون هسته جانینه شفاعله. آها ترکیب ادوب نون نیستش، احتمالاً ادوبه. درست حالت نون نوشته شده بوده، احتمالاً خودش این رو یا یک کسی دیگری هم نون دیده میشه هم ب دیده میشه، یعنی اون نون یه جوری دیده میشه و ب هم دیده میشه. ادوب گرم خلق جتورم هم میتونه باشه. گتورم حالا من اینو گتورم میخونم. گتورم خلگون هسته جانینه. این لهجه در استانبول دیروز در جلسه های قبلی عرض کردم که در لهجه ترکیه استانبول دیده میشه. هسته جانینه شفاعله. روایت قلدلر رسول حضرتیندن صلی الله تعالی علیه و سلم یه روایتی از حضرت رسول نقل کردند، نه اینکه خودش گفتن حالا یکی گفته، درست و غلطش رو نمیدونه. روایت قلدلر، قلما گفتیم که انجام دادن، روایت قلدلر گفتند، گفت روایت انجام دادند. روایت قلدلر رسول حضرتیندن صلی الله تعالی علیه و سلم buyurur kim. حالا اینجا siz bildiğiniz، اینجا دیگه خیلی خونده نمیشه، دوباره خیلی اون کلمات اون پشت اومده اینور. siz bildiğiniz حالا sanırsınız, siz bildiğiniz sanırsınız. Elmün dökülsün bilmek, elmün götülsün dikmek kimsene müyesser olmadı. اینجا دیگه نمیدونم چیم اصلا این dökülsün. Okey. Siz bildiğiniz sanırsız, ilmün dinlesin bilmek kimsene müyesser olmadı. این که احتمالا من این را با نون غنه بخونم دینلسین میشه، یعنی گوش بکنن. علم رو گوش میکنن برای کسی میسر نشده. olmadı. نتکیم تنری تعالی buyurur. خدا همونطور که حالا حضرت رسول میگه این رو نمیدونم که buyurur و ما اوتاهم من العلم الا قلیلا، و ما به اونها علم زیادی ندادیم. اینجوری میخواد معنیسی budur kim.
معنی آیه چی هست؟ سنا، اینجا نون غنه هست. سنا gelmedi یا محمد علمیدن الا azacık. این چیز هستش. یعنی حالا اون الا رو اگه چیز بکنیم و ترکی ساده امروزی بخونیم میگیم که معنیسی budur ki ya Muhammed ilmiden sana azacık geldi. Sana gelmedi ya Muhammed ilmiden illa azacık. Peygamberin ilmi katında zikirler zerre idi. Zikirler ne? Zikirler zerre idi. Hakkı Teala onun hakkında böyle dedi. میگه حالا در مورد حضرت محمد الله اینجوری بگه ببینید که قضیه علم چقدر گسترده هست. حق تعالی آنون hakkında böyle dedi. Kalan halkın ne kadar بریم صفحه بعد ilmi ola. Ama bu kadar ilm her kişiye farzıdır. Kim? Halali, harami ve hayri, şerri bile. Kıyamete inana. Peygamber aleyhisselam etti. Peygamber gofت etti. İlmün farzı üçtür. İlmün farzı üçtür. Evvel Tenri Teala bir bile. Evvel Tenri Teala bir bile. احتمالا تعالی اینجوری باید بخونیم. یه همزه اونجا هست احتمالا با یه. اول تنری تعالی bir bile. İkinci Tenriye taat kıla, ögrene. Üçüncü Tenri Teala kulleriyle iyi dürülmek gerektir. این چی هست دیرالمک نمیدونم. گفته که üçüncü تنری تعالی گلریله با مخلوقات حضرت حق iyi dürülmek gerektir. Dürülmek زندگی کردن. دیری به معنی زنده هست. دیرülmek یعنی زنده شدن. Allah Teala'nın kulleriyle iyi, elbette yine iyi nüs. İyi yani خوب. Dirilmek zinde zisten ihtimalen به این معنیه. gerektir lazım هستش. bile İmam Sarakhsi etti. حالا در کنار این gerektir bile باید بدونه این رو هم. İmam Sarakhsi etti. یه امامی به نام امام سرخسی یه چنین حرفی گفته. چی گفته؟ یزدم. حالا اینجا یه کلمه نوشته که بو کتابی قرآن آیتلریله. امام سرخسی گفته که این کتاب رو من با آیات قرآن نوشتم و پیغمبر حدیثleri ile و با احادیث پیغمبر و عالمler و عارفler و زاهدler işlediği عملleriyle و همچنین با اعمال و رفتار عالمان و زاهدان که انجام دادن. هر kim bu kitabı okusa din içinde bay ola. bay گفتیم که آدم متشخص دارای مال و جاه و مقام اجتماعی. حالا میگه هر کس این کتاب رو بخونه، هر kim bu kitabı okusa بخونه، okutsa حتی اگه این رو ت رو بخونیم اوگوتسا یعنی این کتاب رو بده دیگران هم بخونن. دین içinde بایولا. در دین یه آدم مشخص و معروفی بشه. دین içinde بایولا. زیرا دوکلی اوگدوغم، زیرا این دونلی احتمالا باشه یا دوکلی باشه، نمیدونم چی مستش. زیرا دوکلی اوگدوغم öğrendiğim. Dünli ihtimalen başı yani her tur.
یا دنیوی. Zira dünli okuduğum, öğrendiğim bu kitabı da yazdım. Zira هر چیزی حالا خوندم و یاد گرفتم رو در این کتاب جمع کردم، نوشتم، yazdım. علمün öğrendisi olduğu için üründesi، این نمیدونم دوباره چی هست. علمün üründesi olduğu için گزیده diye ad verdim. ürün اینجا به معنی محصوله. üründü. حالا امروزه در ترکیه هم گفته میشه ürün. ürün یعنی تولیدات. ürünler تولیدات. ürün تولید. üründesi یعنی burundad اون علم هست. Bu kitap yazdım ilmin üründesi olduğu için. چون این کتاب مجموعه burundad یا تولید علم هستش، üründesi için olduğu için گزیده diye adına چی گفتم اسم کتاب رو؟ چون این برونداد، حالا چی بگیم، این در ایران یک کلمه جدیدی به این کار می بردن، فکر کنم همون برونداده، یعنی output به انگلیسی، outputش، اون محصول نهایی. محصول نهایی علم من، یعنی میگه در این کتاب اومده اسمشو گذاشتم گزیده. اسم کتاب رو گذاشته گزیده دیye ad verdim. İmam Saraksi eder. حالا میگه رحمت الله علیه dinin tamamı 10 nesned eyledir. Eyledir kim? Kişinin gönlüne ihtimalen اینجا شین میگه امام سرخسی گفته که دین از 10 مفهوم عبارت هستش. دینون تمامی جوانبین از 10 تا نسنه مفهوم ساخته میشه. نسنه ایلر kim؟ شین، احتمالا اینجا شین دارم میخونم، احتمالا کشین. Gönlüyle inanmak gerek. این شین نمیخونه، نمیدونم، شایدم پیشین باشه، پشین. gönlüyle inanmak gerek. باید اول با دلت باور بکنی. inanmak باور کردن. و همان بشینه. اینجا کلمه بعدم نوشته بشین، ببخشید بشین یعنی 5 تاشو. 10 تا نسنه هستش، 10 تا کل دین 10 تا مفهومه. بشین gönüliyle inanmak gerek. 5 تاشو باید با دل باور بکنی و بشین işlemek gerek و 5 تاشو باید به کار ببندی. işlemek gerek. اما beş kim gönül birle inanmak gerek. اما اون 5 تایش باید با دل باور بکنی. اول Tanrı'nın birliğine، یکتایی الله. ikinci kıyamet gününe، دوم باور بکنی به قیامت. üçüncü فرشته‌lerine، فرشته ها رو باور بکنی. dördüncü kitaplarına، به اون کتاب‌هایی که الله فرستاده باور بکنی. beşinci پیغمبرlerine inananı تکیم قرآن'da buyurur به پیغمبران الله باور داشته باشه، همونطور که در قرآن فرموده ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه، همه اینها رو، و الکتاب و النبیین. اون 5 تایی که گفته بود تو این آیه جا داره. نگاه کنه، گفته که ولکن البر من آمن، آدم های خوب، آدم های خوب، من آمن ایمان بیاره بالله، یوم الاخر، ملائکه، کتاب و نبیین. 5 تا گفتش. این 5 تا باورهای درونی هست. اما اون 5 تای دوم اما بشه kim işlemek gerek.
اون 5 تایی که باید انجام داد. عمل هستن، عبارت از عمل. اول بایلر malının zekatın yahsullara yohsullara Tanrı dostluğu için yohsul hismilerine, yetimlerine, miskinlere, ali tar kişilere vermek gerek. خیلی حرف خیلی سختی زد، یعنی این رو نمیشه انجام داد. میگه اون 5 تا چیه؟ یک اولیش اینه 5 تا کار انجام بدید که میگم سخت مسلمانیش اینجا از نظر این خیلی سخته. میگه اول بایلر، اونها آدم هایی که دستشون به دهنشون میرسه، پولی دارن، متشخص هستن، یه مال و ملکی دارن. میگه که بایلر اون آدم ها، بگهات به فارسی به بگ ترجمه شده. این بایلر مالنون زکاتون، زکات مالشو بده. حالا چه شکلی؟ یحصلره، یحصل یعنی کسایی که یخ یعنی نیست دیگه، یخ نبودن، نیستی، عدم. یحصلره یعنی اون کسایی که ندارند داده بشه. یحصلره تنری dostluğu چون، اون هم به خاطر نیت میکنه ها. تنری dostluğu چون، به خاطر دوستی الله، دوستی با الله، یه بخشی از مالشون رو به عنوان زکات برای نادارها، برای ندارها، برای یحصلها، یحصل hismilerine برای حصه های یحصل رو بده. یتیملرینه، یتیملر یعنی یتیم دیگه. مسکینلر کسانی که مسکین هستن، ضعیف هستن. علی تار کشیلره، تار دار، ت دستدار با دا چیز میشه. این زبان مثل حالا یه جوری گفته میشه که من خیلی درش آشنا نیستم، امیدوارم آشنا بشم یه روزی بتونم این ت رو برای شما درست ادا بکنم. تار علی تار کشیلره یعنی اونا که دستشون، حالا اینو به فارسی علی دار میدون که باریک، نازک، خیلی نازک، تنگ، به فارسی ترجمه شده تنگ، دست تنگ ها، اونا که دستشون تنگه، یعنی به یه وضعیتی افتادن که به نیاز مالی دارن. همیشه اینجوری نبوده ولی یهو اینجوری شده. مثلا خونه میخره کم آورده، ماشین میخره، ازدواج میکنه، نمیدونم خدای نکرده یه کسی فوت کرده، باید حالا تو این وضعیت اجتماعی که همه چیزم گرون شده باید براش مثلا بیاد مجبور باشه که هزینه بکنه، نمیدونم غذا بده و اینها، یا ببره دفن بکنه این مرده رو. واقعا این دیگه خیلی سخته، چون تو کانادا که حداقل $15,000 هزینه کفن و دفن اولیه هست. حالا اگه قبر رو بخواد بخره که خودش $5,000-6,000 پول برای 5 سال یا 10 سال، نه 5 سال یا 10 سال، خیلی پول زیادیه، یعنی خیلی پول زیادیه، خیلی. در نتیجه میگه دستش تنگ شده دیگه، حالا نیاز داره، به یه وضعیتی افتاده که نیاز داره. تار کشیلره ورمک گرک، باید بده. حالا اولش اینه که از اون پول و سرمایه و دارایی که داره، اگر دید کسایی هستن که یحصل هستند، یتیم هستند، دستشون تنگه، مسکین هستن، توانایی کار اینا انجام ندارن. مسکین رو هم بخونیم ببینیم که تو عربی چی گفته. مسکین، بذار ببین مسکین چه معنی داره. ما هو تعریف مسکین. کلمه مسکین تعنی شخصا محتاجا فقیرا معدما یا معدما ضعیفا او لا یملک ما یکفا لسد حاجته. میگه اونقدر توانایی مالی نداره که به نیازهاش جواب بده. مسکین عبارت از این هستش. یطلق المسکین علی ذی الحاجه، به کسی که احتیاج داره گفته میشه مسکین. الذی یمتلک ما هو قلیل جدا ولا یکفا لسد ما یحتاج الیه.
میگه یه چیزایی داره اما کافی برای زیستنش نیست، به این میگن مسکین. خب پس اولیش این بود که از مال و امکاناتی که داره به نیازمندان و کسایی که در شرایط سختی زندگی میکنند کمک بکنه، بده. این زکات مال یعنی این. جالبه. ikinci 5 وقت namazın kılmak gerek. اون نماز 5 وقت رو بخونه که اینم بازم سخته. ما این رو شیعه ها در ایران این رو کردن 3 وقت برای اینکه اینقدر سخت بوده براشون. تنبلی. اقتصاد براشون مهمتر از عبادته در ایران برای شیعه ها. حالا یا حتی استراحت از عبادت الله براشون مهمتره. حتی بگیم من دوستان بعضا میبینم که این ایرانی هایی که از ملاها و اسلام زده شدن پا میشن میرن یا مسیحی میشن یا میرن نمیدونم این هندو و این کنفوسیوس و اینها رو میرن الان میشن. این خیلی دیدیم چون اون چاکراها رو خیلی آقا این من نمیدونم کسایی که من یه مدتی حالا نماز میخوندم به هر حال من مسلمون زاده اما مسلمان گرچه تلاش کردم بی خدا بشم یا خدا باور بشم اما بدون انجام چیز، ولی نه نمیشه، نشد برای من، نشد. من با بقیه کاری ندارم. آتئیست نتونستم بشم. این واقعیتیه. تلاش کردم به خاطر عکس العمل به این ملاها و به این اسلامی که اینها معرفی کردن در جامعه و در زیر سایه این اسلامی که ساختن جرم و جنایت و شکنجه و دزدی و فحشا و منکرات و اختلاس و رشوه و شراب و زنا و همه چیز رو رایج کردن تو این جامعه، همه چیز رو. در نتیجه برای مخالفت با اینها من دوست داشتم که این الله اینها رو نپرستم، دین اینها رو هم باور نکنم. اومدم آتئیست شدم و بعد دیدم که آقا این آخه چرا من مثلا اون دین این نیستش که اینها اصلا این مجموعه‌ای که اینها نوشتن اسلام نیست، اینها نظریات و مله هاست. حالا من به این نظر رسیدم کاری هم با مردم ندارم چه جوری میخوان منو قضاوت بکنن یا اسلام رو یا مله ها رو چه جوری قضاوت بکنن، من کاری به این ندارم. من درک خودم رو میگم، من به درک خودم رسیدم. من با درک دیگران کاری ندارم. من با درک ملاها کاری ندارم. من با درک بعضی از فلاسفه هم کاری ندارم. من با درک طرفداران حکومتم که نون و آبی از اینجا میخورن کاری ندارم. من نظر خودم رو میگم، همونطور که در هر چیزی نظرم خودم رو به شهامت میگم و گناهی اگر دارم به گردن میگیرم. اینجا هم گناه من آقای مدتی تلاش کردم که از اسلام دور بشم، خیلی هم تلاش کردم. آدمی بودم که نماز میخوندم. من واقعا فکر میکردم که اگر امکانش باشه من میتونم روی آب راه برم. به این مثلا خودم به یه چنین اعتقادی رسیده بودم. نمیدونم چرا الله اون عنایتش رو از من، شاید به خاطر همین گناهانی که انجام دادم، من گناهان زیادی انجام دادم، شاید به خاطر اون گناهان، اون عنایت هایی که الله برای یه مدت بسیار زیادی در عمرم برای من انجام داده بود دیگه خیلی. البته بازم این اتفاق افتاد، یعنی نمیتونم بگم مثلا من ماشین که داشتم میروندم معلق زد چند بار، رفت افتاد تو دره و من با کمترین آسیب ممکن زنده موندم، کمترین آسیب ممکن. یعنی خب شکر. خب شیعه ها اومدن نماز رو 3 تا کردن برای اینکه حالا میخواستم اینو بگم. ببینید میرن چاکراشون رو باز میکنن. آقا وقتی نماز میخونید، اگر واقعا یه مقدار، نمیگم خیلی زیاد، مقدار انسان اونجا تمرکز بکنه به خدا، یه چیزهایی به ذهنش میاد. مثلا شما در اون مرحله تمامی بدیهیاتون یادتون میاد، یا تمامی یه چیزی رو گم کردید یادتون میاد کجا گذاشتید. چرا اینجوریه؟ برای اینکه شما وقتی نماز میخونید تمرکز میکنید به طرف خدا. وقتی تمرکز میکنید ذهن شما از بسیاری از چیزها خالی میشه. وقتی خالی میشه اون چیزهایی که فراموش کرده بودید جا براشون پیدا میشه که از میان این آتشغال ذهنی بیاد بیرون. این تمرکزه.
این چاکراهاتون باز میشه، حالا اگر به زبان اون هندی ها بگیم. ولی خب این رو در اسلام نمیگن به شما، نمیدونن. به هر حال حداقل فایده نماز در اینه که تمرکز ذهنی میکنید و در این تمرکز بسیار این آتشغالهای ذهنی که میاد نمیذاره شما خیلی چیزها رو ببینید، اینها میرن کنار و شما اون نیازهای اصلیتون رو میتونید ببینید. حتی راه حل‌های لازم برای مشکلات رو در اون مرحله پیدا میکنید. خود یکی از کیفیات نماز این هست. ولی وقتی شما نماز رو هی تون مسلسلی و رگباری میخونید که از این مصیبت رها بشید، برید مثلا دراز بکشید، برید تلویزیون تماشا کنید، برید کار بکنید، برید پول در بیارید دیگه، اون خلسه، اون راحتی که نماز باید در شما ایجاد بکنه ایجاد نمیکنه. برای اینکه هوستون چی هست؟ برید به روزمرگی برسید، به آرامش درونی خودتون اهمیت نمیدید. نماز به نظر من علی نیستم. الانم حالا علی وقتی میگه آقا، حضرت محمد میگه این تیر رو از پای علی در نیارید تا زمانی که نماز شروع بکنه، که اون وقت در بیارید حس نمیکنه دردشو. این یه نوع خلسه است، یه نوع خود هیپنوتیزم احتمالاً، که تمامی دنیا رو از ذهنتون بتونید پاک بکنید، خلسه بکنید، تمرکز بکنید، یک چیز بیشتر در ذهنتون نباشه. که اینو در این چیزهای میگن که آقا یه چشم سومی اینجا تصور بکنید، ذهنتون رو اینجا متصور بکنید، اینجا نفسها رو بکشید، دم و بازدم رو چیز بکنید، به اینجا متمرکز بشید تا هیچ چیزی در ذهنتون جز این نمونه. خب این همون خلسه هست که بخشی از عرفان اسلامی بهش دست یافته و تجربه کرده، ولی ما متاسفانه چون دیگه از اسلام بیزار شدیم، از ملا و دین و اینها بیزار شدیم، رفتیم. بهترین راه اینه که به نظر من از چاه به چاله نیفتیم. ما اسلام خلاصه یهودیت و مسیحیت هستش دیگه. از این در بیاید مسیحی بشید که حالا مثلا نماز نداره، که خب نداره. مثلا همین مسیحی ها این بمباردمان ها و اینها رو همین مسیحی ها انجام میدن. چند میلیون در عراق و سوریه و یمن و لیبی و هر کجا که میبینید کشورهای اسلامی داره، همه اینها رو این مسیحی ها انجام دادن. و امروزه مسیحیت و یهودیت دست به دست هم دادن، در عرض 2 سال بیش از 65,000 نفر رو در غزه قتل عام کردن. و سازمان ملل دیروز نوشت که اعلام کرد که اونجا نسل کشی انجام میشه. برای سازمان ملل برای نسل کشی 5 مشخصه گذاشته که از 5 مشخصه گفتن 4 تاش، 5می رو نگفتن. 5می چیه؟ اجبار مردم به مهاجرت از وطنشون. اون رو نگفتن، در حالی که اصل اینه که اینها مسیحیت غربی، مسیحیت و یهودیت دست به دست هم دادن، اونجا رو بمباردمان میکنن، میکشن که مردم اون شهرشون رو، وطنشون تخلیه بکنن، برن یا اردن یا مصر. یعنی جنایت مهم رو ملاها انجام دادن، نه اینکه ملاها جنایت نکردن. اما جنایت ملاها و مسلمانها در مقابل جنایت مسیحی‌ها مثل یک مو از مجموعه موی بدن خوکه. خب این نمیفهمیم، ما این رو نمیفهمیم، درکش نمی کنیم، احساسش نمی کنیم، تا روزی که خود این ایرانی ها به سرنوشت افغانستان در جنگ از قبل از انقلاب ایران شروع شد، از دوره ظاهرشاه تا الان، که جنگ و کشتار و خونریزی توسط این غربیه های این مسیحی هاست، چه روسش باشه چه
انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی و ایتالیایی و هر جایی که باشه، سوریه باشه، و حتی دستشون تو کشتار ایران هم هست. این خمینی رو اگر اینها نمی آوردن، مسلط نمی کردن، این کشتار رو انجام نمی دادن. این کشتار در این جایی که ایران گفته میشه، این کشتارها، این زندانها، این شکنجه ها، این اعدام ها، این تصفیه ها، این جنگ بین ایران و عراق، اینها رخ نمیداد. همه اینها دست این غربی هاست. منافع مالیشون اینها رو به اینجا میرسونه. Üçüncü, vadesine ve goline durmak gerek. مسلمان اون از 5 تا که عمل باید بکنه اینه که وعدسینه، به اون وعده‌ای که میده، سر ساعت فلانجا باش، و قولینه، و اون قولی که میده که söz verir. قول دادن در زبان ترکی میشه söz دادن. söz verir میگه به اون باید قولینه durmak gerek، باید روی اون وایسته، عمل بکنه. Dördüncü, zahmete sabretmek gerek. به زحمت هایی که بهش وارد میشه باید صبر بکنه. Beşinci, gagmağın yutgunmak gerek. این gagmağın نمیدونم چی، یعنی عصبانیت احتمال میدم. gagmaq احتمالا باشه، نمیدونم. gagmağın yutmak gerek، یعنی اون هیجانات عصبانیتش رو باید یutmak یعنی قورت دادن. yutunmak gerek، باید yutunmak. من مثلا آب دارم قورت میدم، اینجا yutunmak میکنه، یعنی از اینجا شما میبینید که این داره از اینجا میره پایین. این سیب گلوی آدم وقتی آب رو میخوره هی بالا پایین میشه، این yutunmak یعنی قورت دادن به این شکل. میگه gagumağın yutunmak gerek. صبر و sabır eylemek gerek. صبر، اونجایی که صبر لازم داره باید صبور باشه. kafirleriyle örüşmek gelseniz geçmek Tanrı Teala sabreden kullerini sever, onlardan abru olmaz. Nitekim Kur'an'da buyurur innallâhe ma'as-sabirin. حالا اینجا یک کلماتی نوشته که برای من خیلی معنی نداره، یعنی نتونستم بفهمم، ترکی من نرسید بخونم و بفهمم. یکی از اینا گاگوماغن یعنی اون انسانی که گاگوماغ داره. من اینو به معنی عصبانیت گرفتم. yutunmak gerek. یه چیزی نوشته صبرولوغه یا سیرولوغه. حالا این نمیدونم با سات مثل صبر نوشته شده ولی نقطهش مثل یه هستش، یه دونه نقطه نیست انگار. سیرولوغه صبر ایلمک، صبر بیا نوشته، نه صبر ننوشته. احتمالاً هم صبر نوشته باشه، علامت این یکی رفته بالای اون، اینجوری باید باشیم صبر. پس اینم من احتمال میدم صبرلغه یعنی اونجایی که باید صبور باشه، صبر باید بکنه. gerek kafirleriyle ürüşmek gılsanız gocmak Tanrı. حالا این چیه مثلا نمیدونم، مثلا کافرلeriyle örüşmek یعنی görüşmek، داد و ستاد میکنید و همدیگه رو میبینید، görüşmek. اینجا gılsanız یعنی görüşmek انجام بدید. حالا اینجا گچمک gerek. گاچماق احتمالاً گاچماقه، این همون یعنی فرار بکنید از اینکه اونها رو ببینید.
کافرها رو باهاشون رو در رو نشید، رابطه برقرار نکنید. اینو میخواد بگه به نظرم. ولی گجمک من همون قاچماق فکر میکنم این باشه. تنری تعالی صبر ادن گلدرینی سور الله تبارک و تعالی اون بنده ها که صبور باشن رو دوست داره. سور آنلردن ابرو المز. این ابرو چیه نمیدونم، یا ابرو المز نمیدونم. این کلمه جزم اون چیزایی که مثلا رو برگردان نمیشه، نمیدونم چی این ابرو چی میشه. ابرو المز نتکیم قرآنده بuyurur ان الله مع الصابرین، الله با صابرین هستش. حالا اینجا دیگه البته یه چیزی هم گفته که بذارید به این صفحه رو بخونیم، 5 تای دیگه هست ببینیم اون چیه. داخل زکاتی و صدقنی و اشری اهلینه ورین فاسگه ورمک گرکمز. میگه اگه داری زکات میدی، صدقه میدی، عشر میدی، عشر نوشته البته، عشر میدی یعنی 1/10 میدی، اهلینه ورین به اهلش بدید، فاسقه ورمک گرکمز به فاسق ندید، نباید بهش بدید، گرکمز. حالا فاسق چیه؟ بذار ببینیم فاسق رو چه معنی میکنه. معنی فاسق رو بنویسیم. من امروز علاقه دارم که لغت ببینم. فاسق الفاسق فی اللغة هو المتجاوز لحدود الخارج عن المعلوف او الحق و الصلاح. فاسق در لغت به معنی کسی که از حدود معلوف عادت شده، در اجتماع پذیرفته شده خارج بشه. حق و صلاح، اون چیز حق و صلاح هستش از اون خارج بشه. و هو من ارتکب المعاصی و حرمات الله و خالف اوامره. اون فاسق آدمی هستش که ارتکاب گناه ها رو انجام بده، مرتکب بشه و حرامات خدا رو و اوامر خدا رو خلاف بکنه. هو من یخرج عن حدود الشرع و یترک الواجبات و یفعل الحرام. حالا از حدود شرع خارج بشه و حالا بر اساس این همه ما فاسق هستیم در ایران. بر اساس این تعریف تقریبا، نمیگم همه رو نگیم، بگیم 99.99% در ایران فاسق هستن و بگیم 90% هم در ترکیه فاسق هستن. من اونایی که دیدم، اونایی که ندیدم رو نمیتونم بهش بگم، ولی خب اون چیزی که در جامعه میبینم، فاسق رو به این معنی گرفتن. میگه الفاسق فی اللغه المعنى الحرفی، اگه به حرف توجه بکنیم نه به متن، هو الخروج عن شیء المعتاد، اون چیزی که رایج در جامعه، سنت جامعه خارج بشید. میگه که چیز هستش مثل خروج رطب عن قشره، مثل اینکه خرما رو از پوستش بیرون بیارید. یعنی پوست خرما رو که عادت بر اینه که خرما این پوستشو داشته باشه، اگه شما این پوستشو بکنید، خرما رو بیرون بیارید، دیگه اون فاسق میشه. پس اینم از این. خب بریم حالا ادامه بدیم. گرم حق تعالی قبول ایلمز و هم یوزی یا بوزی ödenmez. بوزیجی احتمالاً هم باشه. بوزی ödenmez. نتکیم قرآنده buyurur ولا یتمو الخبیث من منهو تنفقون. حالا این آیه داره ادامه، یه مقدارشو قرمز نوشته، بقیه رو ننوشته. پس اینجوری ولا یتمو الخبیث منهو ینفقون. پیغمبر علیه السلام، پی نیستش، پیغمبر علیه السلام buyurdi از اسلام دینون بنیادی beştir. پیغمبر فرموده که اسلام 5 تا بنیاد داره، پایه داره، اساس داره، زیربنا داره. اول شهادت کلمسین demektir، گفتن لا اله الا الله. ikinci namaz kılmaktır، نماز رو به جا بیاره. üçüncü zekat vermektir، زکات رو بده. dördüncü Ramazan ayın tutmaktır،
خلاصه نوشته رمضان آیین بگیره رمضان رو بگیره، یعنی اون روزه رو بگیره. رمضان عبارت از روزه. Ramazan ayın tutmaktır. 5. gücü yeterse حجه varmaktır. اگه توانایی داشته باشه بره حج. خب از اینها بگذریم. من فکر میکنم بیش از 1 ساعته که 1 ساعت و 15 دقیقه است. حالا یه چند صفحه از این کتاب خوندیم. بذارید ببینیم 2-4 صفحه از این کتاب خوندیم. خب توضیح هم یه مقدار دادیم. حالا من برم از هر 50 صفحه یه صفحه رو بخونم. بریم صفحه 50. خب اینجا صفحه 50 ببینیم چی گفته. اولالم etti آشکاره و gizli ve gizli آشکاره ve gizli püşün ve gizli öpüşün bir dürlü olsun ki gorgulu olsun ve dahi dilerim ari olalım etti cenabından sagin ari olsun cenabetten sagin ari olsun olasın ببخشید یعنی بشی آری olasın آری تمیز آری olmak تمیز olmak خود آری کلمه آری که به معنی زنبور عسل هستش اونم اگر خب خیلی جدا میکنه تمیز و بعد رو از هم جدا میکنه برای همین اسمش اصلا آریه یعنی کسی که جدا کننده هست یا گرده رو از گل جدا میکنه جدا کننده هستش آری اولاسین بشی و داخی دیلرون تنری bana rahmet eyleye etti گفتش صفت zayıfları اسیرگه ضعیفleri احتمالاً ضعیفler نوشته من دارم ضعیف میکنم ضعیفleri اسیرگه تنری sana رحمت قله برای ضعفا اسیرگه یعنی کوتاه بیا چیز نکن تنری sana rahmet قله و dahi dilerim قویlerden ölem etti قویlerden ölem حالا dilerim یعنی dilemek میکنم که از آدمهای قدرتمند بشم etti تنریه توکل eyle dahi توکل eyle dahi dilerim ömrüm uzun ola etti گفت ایاکه و آتان و آنان حالا اینجا آتان و آنان رو با کاف نوشته من ایاکه و ایانا میخواستم بخونم دیدم که اون آنا هستش آتان و آنان و گنشولرونla yakşı dirlen yakşı dirlen bir خوب زندگی کن اینجا به معنی direnmek هم میتونه باشه direnmek یعنی ایستادن و مقاومت کردن حالا ولی اینجا دیرلن یعنی زیست کن زندگی کن یخشی یعنی خوب نیکو ایله دیرلن ایله و دخی و چی دیلرم ayrılmaya imanımdan ayrılmak جدا شدن یه معنی دیگه باید داشته باشه اینجا به معنی ayrılmak جدا شدنه امیدوارم که و دخی دیلرم امید دارم که از ایمانم جدا نشم ayrılmayam imanımdan dedi etti müminleri sevgil dahi sevinil ihtimalen ya sevgil müminleri sevgil dahi sana yaramızı nece senmezsen ayrığa dahi senmegil dedi. حالا اینجا یه مقدار برام سخت لغات سختی رو ترکی به کار برده که müminleri sevgil
سوگل مثل اون نوشته شده، ولی به نظر میاد که یعنی سونز. سوگل به دوست داشته باشه میمونه. دخی سنا یارامزی، اون چیزی که برای تو خوب نیست. یارامز یعنی خوب نیست، فایده مند نیست. یاراماق فایده داشتن. سنا یارامزی نجع سنمسن، همونطور که سانماق یعنی به حساب آوردن، شمردن، به کار بردن. میگه اگر اون چیزایی که برای تو ارزشی نداره، فایده نداره، اونها رو همونطور که اونها رو اهمیت بهشون نمیدی، سانمسن اهمیت بهش نمیدی، ayrugat dahi sanmagil، برای جدایی هم اهمیتی قائل نشو. سنمگل، سنماق گفتیم سنمگل مرکبه، یه فعل ترکیبی هسته، سانماق و قلماق، که این دوتا قلماق به معنی انجام دادن، سانماق به معنی اهمیت دادن، شمردن، مهم بودن. میگه که داخی سنمگل دیدی و داخی، حالا دوباره دیلرم شهید اولم یعنی من بشم. دلرم شهید اولم، دایم آبدست لعول، اگه میخوای شهید بشی میگه با دایم وضو داشته باش. آبدست لعول و آبدستی بلا یاتگل، حتی یاتگل دوباره یات خوابیدن، گل انجام دادن. خوابیدن رو فعل مرکب به کار برده. اینم برای اولین باره که اینجا دو تا فعل رو میبینم اینجوری. البته نه اولین بار، در یک کتاب دیگری هم این سنمگل و اینجور چیزا رو دیده بودم، اینجا بیشتر میبینم که به کار برده. در اون قسمت اولی که خوندیم اون 4 صفحه این فعل مرکب به کار نبرده بود. اینجا برای اولی، حالا در صفحه 50 هستش، میبینیم که افعال ترکیبی ساخته با گل. دیلرم شهید اولم، دایم آبدست لعول و آبدستی بیره یادگل و دخی دیلرم دعا مستجاب اوله، میخوام دعا مستجاب بشه. چی باید بخونی؟ آیت دی یا ادی حرام یمه، اگه میخوای دعا چیز باشه حرام نخور. داخی دیلرم قیامته یالنجق گویمیم. یالنجق لخت، لخت اور. یالنجق گویمیم ادی فرجونی زنادن سقله، آلت زنا رو از زنا نگه دار. حالا من دیگه این فرج رو معنی نمی کنم. معمولا به آلت تناسلی زنان فرج گفته میشه، اسمش فرج به عربی. در ترکی یه اسم زیبایی داره، در فارسی هم یه اسم دیگری داره، ولی خب برای اینکه خیلی زمخت نشه عربیشو به کار میبره که مثلا انسان ها خیلی هم متوجه نشن. ولی همون اسم اون آلت تناسلی زنونه رو در قرآن هم به همین روکی گفته، چون اسمشه، اسم یه آلتی از بدن و خیلی مهمه و شما بدون اون زندگیتون اصلا به درد نمیخوره. آلت زنانه و آلت مردانه تناسلیشون. زنادن سقلیه، اگه میخواید قیامت لخت اور نشید یا یالنجق، یعنی حالا اینجا این یالان، کلمه یالان خالی هستش، مثل گالن. آیاق یالان یعنی کسی که پاپوش نداره. آیاق یالان. یالنجق یعنی لخت اور. اینجوری به فارسی ترجمه بکنم، نمیدونم دیگه چی میشه. گفتم بهترین مثالش هم آیاق یالان قالماخته، یعنی مثلا نه کفش داره نه جوراب داره نه چیزی، پاش برهنه است. این برهنه دیگه. یالنجق یعنی برهنه.
خب گفتش اگه میخوای دعا چیز بشه حرام نخور. عجبا من حرام خوردم که مثلا دعاهام خیلی مستجاب نمیشه. این رو باید از خودم بپرسم. فرجونی زنادن سقلا، اگر میخوای در قیامت یالمجوق نباشی، لخت اور نشی، زنا نکن. اینجوری میخواد بگه. سقلا کیم سنن عیبین آشکار اتمه. خب میخوای اگر در قیامت چیز نباشی، عیب دیگران رو فاش نکن. کیم سنن عیبین آشکار اتمه دخی ادی. دیواره گفت یا رسول الله گناه نیله گدر، گناه با چی از بین میره؟ ادی الله رسول الله گفت توبه ایله و اتا آنا رازی المقه دخی تنری ذکر ایلمک لا ادی ایلمک لا ادی یا رسول الله. حالا دیگه ادامه داره صفحه بعد. بریم صفحه 100. بریم صفحه 100 ببینیم که اونجا چی داره. اینجا انی ارانی احمل فوق رأسی خبرا تأکل، احتمالا خبرا تأکل الطیر حمدن منه خمرا منه، احتمالا یعنی خون سالار etti ben düşümde görün, düş رویا، خواب دیدن، نه اینکه خود خوابیدن. نه اونجا هم که گفتش یاتقل اونجا یعنی خواب دیدن، نه یعنی به خواب فرو رفتن، به اون منظور گرفته بود. حالا اینجا میگه که یعنی خون سالار etti. این خون اینجا به معنی چی هستش؟ آیا باید اینجوری بخونیم؟ حالا یه اتفاقی افتاده دوستان، این قسمت که رسیدیم دیگه اون صداگذاری رو نگذاشته. نمیدونم از کجا شروع کرد که صداگذاری رو انجام نداده. بذار ببینیم. من همینجوری دارم میرم. اوکی، اینجا از صفحه احتمال میدم 80 صداگذاری کرده، از 81 دیگه صداگذاری نکرده. گفته که من توی این 100 صفحه 80 صفحه کلمات رو آموزش دادم، حالا دیگه از این به بعد باید درست بخونن، صداها رو باید درست بخونن. حالا برگردیم دوباره صفحه 100. این هم یه چیزی بود که الان متوجه شدیم. خب یعنی خون. حالا من اینو چون نخوندم دیگه از اینجا به بعد بعضی از کلمات رو نمیتونم بخونم. من بیش از 4 صفحه نخوندم. اگر میتونستیم اینو 20 صفحه بخونیم، میتونستیم با اصطلاحات و نوع نوشتار و اینها آشنا بشیم و کتاب رو درست، ترکی رو درست بخونیم. ولی متاسفانه نخوندم، در نتیجه نمیدونم. یعنی خون سالار etti ben döşümde gördüm başım üzerinde etmek barsını ile götürürüm. Havadan kuşlar inerler. Ani benim başımdan kapıp yediler. پس یوسف. حالا حضرت یوسف یه خواب دیده، یه خواب دیده تو زندان، داره به حضرت یوسف میگه. حضرت یوسف اون رو در قرآن آیه اومده، اون رو داره معنی میکنه. یعنی خون سالار ادی. حالا اون خون سالار چی هستش نمیدونم. سالاره، اینم سالار نیست. اون سالار یه آدمی گفت ben düşümde gördüm، اسمشه احتمالا یا موقعیتشه نمیدونم. ben düşümde görürüm، در خوابم دیدم، başım üzerinde atmak barsını ile görürüm. حالا atmak احتمالا نونه، barsını yarısını احتمال میدم yarısını، یعنی دیدم یه نیم نونی در بالای سرم هست. من اینجوری میخونم. اتمک نوشته. دیروز در مورد اکمک و اتمک توضیح دادم در جلسه قبلی. امروز اکمک گفته میشه یعنی به معنی کاشتن. به نون گفته، به نون، اسم نون رو گفته اکمک. از نظر لغوی احتمالا یعنی اون چیزی که زحمت، دسترنج به فارسی اگه ترجمه بکنم. ولی اتمک یعنی ات گوشت با نون. حالا ولی اسم نونه. اتمک اسم نونه، اکمک یا اتمک.
تبدیل شده در طول زمان اتمک شده اکمک، تغییر کرده. یعنی همین اتمک بوده، یعنی چجوری بگم نمیدونم، به تدریج شده اکمک. الان در ترکیه اکمک گفته میشه. میگه دیدم که در خواب دیدم که خوابیده بودم، تو رویا دیدم، رویا düşümde gördüm یعنی görürüm، یعنی در خواب دارم میبینم که یه نونی، نیم نونی بالای سرم هست. Ekmek barısını ihtimalen yarısını ile götürürüm. Havadan kuşlar حالا بالای سرم یه نیم نونی رو دارم حمل میکنم، götürürüm یعنی حمل میکنم، برداشتم مثلا. Havadan kuşlar inirler, ani benim başımdan kapıp yediler. Bas Yusuf'a ettiler. اینو به یوسف گفتن. نبنا به تعویله inna nereke minel muhsinin. Yani bu düşümüzün bize tabirini söyle ki biz seni ululerden görürüz dediler. Yusuf bildiğine birinin düşü yaramızdır. Ondan düş sahibine helaklik görünür dildigim. آنون دوشی. حالا اینجا دیگه یه مقدار اون الفبا رو که نذاشته سخت میخونم، ولی خب بازم میشه معنی کرد. Ululerden görürüz dediler. Yusuf bildiğe birinin düşü yaramazdır. Düşüp bildi. Bildi ki. Okey. İnciri باید گفتیم. Dediler. Yusuf bildi ki birinin düşü yaramazdır. Fayda نداره. غیر مفیده. Ondan düş sahibine helaklik görünür diledi ki. یعنی به خاطر اون به اون کسی که خواب رو دیده بود گفتش که برای تو هلاک میبینم. diledi kim anın düşü tabir ede anda hatiri غمگین ola. Buna خود زندان غصesi yeter. Düş غصesini bari eşitmesin, biraz vaqt tanımadı. میگه که یوسف احساس کرد، دیلدی یعنی بیلدی، البته بیلدی یعنی فهمید که بیرونون خواب یکی، حالا اینجا خوبه برای اینو بدونیم، خواب یکی بیفایده است. yaramaz یعنی بده، فایده بدی داره. اینجوری yaramaz یعنی فایده بدی داره. حالا این فایده بدی داره چی میشه؟ مثلا به فارسی ترجمه بکنیم. yaramaz رو به فارسی ترجمه بکنید. yaramak فایده داشتن، مفید بودن. yaramaz فایده نداشتن، بیفایده بودن. yaramazdır. Ondan düş sahibine helaklik görünür. دید که فکر کرد که براش هلاک میشه. دیلدیم که آن دوشی تعبیر اده آرزو داشتم که اون خواب اون رو تعبیر بکنه. آندن حاطری غمگین اوله، فکر کرد که اگر من این خواب رو تعبیر بکنم که تو میمیری، میکشنت، اون غمگین میشه. بونا خود زندان غصسی یتر، خود این آدم که در زندان، خود این قصه زندانی بودن برای این آدم کافیه. دوش غصسی باری اشیتمسین، حالا تعبیر خوابشو لااقل نشنوه که چی باشه؟ بیر از اشیتمسین، بیر از باری یعنی حداقل. در زبان فارسی هم وارد شده. باری یعنی حداقل. باری جلیدün. باری مریض olmayaydın. باری borca düşmeyeydin. باری تصادف eleyemedin. یعنی فلان کارو کردی، حداقل این کارو نمی‌کردی. باری به معنی حداقله. در زبان ترکی به کار میره که حالا به فارسی هم وارد شده. باری eşitmesin. biraz وقت tanımadı. یا tanımadı. یعنی biraz وقت tanımak
یعنی شناختن. tanımadı یعنی یه مقدار وقت، tanımadı یعنی یه مقدار وقت خواست. Zira ustad tabirlerin yolları budur ki میگه زیرا استاد تعبیرlerin اونایی که خواب تعبیر میکنن استاداشون راهشون بر اینه که yolları budur ki geçen bir kimsene düş arz eylese ol düşten ana ziyan dokunsa bir tekellüf ihtimalen ani تعبیر etmezler. میگه اگر اساتید تعبیر اینو میدونن که اگر ببینن اون کسی که خواب دیده اون خواب تعبیر خواب بر اینه که اون آدم یک اتفاق بدی میفته یا ضرر میبینه، اون خواب رو تعبیر نمیکنن، چون هر کاری که بگید تو نیت اون آدم میفته و اون اتفاق براش میفته. برای همین خواب رو اگه دیدن چیزای بد تعبیر نمیکنن یا اینکه خوب تعبیر میکنن که اون آدم ذهنیتش از اون بد برگرده. Düş arz eylese حالا geçen bir kimse düş arz eylese ol düşünden ana ziyan dokunsa dokunmak یعنی برسه، بر بخوره. دست من اگه به صورت شما بخوره یا به بدنتون بخوره تخونماخ شده. این نمیدونم به فارسی چی میشه. تخونماخ به فارسی دست زدن آخه معنی نمیده. مثلا یه جوری تو خیابون داریم میریم تنم به تنه شما میخوره ولی چیز نیست، عمدی نیست، بدونی که متوجه بشم تنم به تنه شما خورده، این تخونماغه. ولی اگر عمدن بزنم این یه چیز دیگریه، ولی در فارسی نداره، این معنی رو نداره. دوگونسه اگر زیان دوگونسه بی تکلف آنی تعبیر etmezler. بی تکلف بدون هیچ برو برگردی. تکلف یک کلمه عربیه به معنی در ترکی متفاوت به کار برده میشه، به معنی زحمت. بی تکلف آنی تعبیر etmezler. Biraz fikir eder ve düş sahibine gene söylendirirler. یه مقدار فکر میکنن دوباره خواب رو ازش میپرسن. söylendirirler یعنی ازش مجبور میکنن که دوباره تعریف بکنه. düş sahibine gene söylendirirler یا söylettirirler یعنی میدن که دوباره بگو. البته مثلا با رابطه میگن، مثلا میگن برو یه بار دیگه بگو، یه چیزی فراموش کرده باشه اینا. شاید آغزیندن بیر خیر خبر چیکا، شاید خودش تو خواب یه خبر خوبی رو بگه، یعنی یه بخشی از خواب رو فراموش کرده باشه اون رو بگه. دوشی خیره yüzmek بزمق یعنی پاک کردن. شاید اون خوابی که یه کلمه رو فراموش کرده بود، یه چیزی رو فراموش کرده بود بگه، اون رو اگر به یادش بیاره بگه، شاید خوابش پاک بشه، اون مفهومی که در ذهن تعبیرگر افتاده بود یه تعبیر دیگری بیارش بیاد، پاک بشه. بزمق مجال اوله درler اینو میگن اساتید تعبیر. یوسف دخی bunların düşünü görmedi. خواب اینها رو تعبیر نکرد. و غیری سوزه منتظر و غیر سوزه منتظر احتمالا منتظر باشه و başka bir söze برای یه حرف دیگری منتظر موند. مشغول مگر ol yigitler بود پرستleriydi. میگه مگر اینکه اون یگیتler یعنی جوانها بت پرست بودن. یوسف bunları حق دعوت ایلدی، اینها رو به حق دعوت کرد. یا صاحبی السجن، اینا تو زندانبان بودن هر دوتاشونم. زندان نمیدونم. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد. حالا دیگه بریم صفحه آخر کتاب رو بخونیم، صفحه 133 و کتاب رو تمام بکنیم که ببینیم چی میشه دیگه. یه چیزی یاد گرفتیم برای اونم خواب رو اگه دیدید که چیزه
تفسیر نکنید. احتمالاً آدم یه چیزی رو فراموش کرده باشه، ازش دوباره چند بار بگید بپرسید تا اون یه چیزی اگه به ذهنش بیاد، چون که تعبیر شما در ذهن اون یک فکر منفی ایجاد میکنه. اون فکر منفی میتونه حالا به گفته این چیزا موج و نمیدونم ایجاد میکنه، انرژی ایجاد میکنه و جهان دست به دست هم میدن که اون منفی ایجاد بشه. یه چیزی که الان امروزه دارم میگم. اول بنهابان olacak ki Beni İsrail Hazreti Musa Misri'den alıp benim tabutimi bile gider. Atalarım Yaqub ve İshak getinde goya. Bu kıssa külliya Kur'an'da zikr olunmuştur. Külliya yani tamamen Kur'an'da zikr olunmuştur. Hem ahar Hazreti Yusuf dediği gibi hem ahir Hazreti Yusuf dediği gibi ettiler. Son üçü ataları fut oldu. Dediler getinde defn ettiler. Ceset mi haram kılsın cehennem odine. اینجا دیگه دوباره شروع کرد به صداگذاری این قسمت آخر. تا اینجا صداگذاری نکرده بود از صفحه 81 تا اینجا دوباره دفن ettiler از اینجا شروع میشه. جسد می حرام گلسون جهنم ادنه. اگه میخواد جسد به آتش جهنم حرام باشه، اینجا حالا الله اگیوب کلمه الله رو بخوانید. yazdığım için کتاب الله امرنی tutup، یعنی همونطور که نوشتم بر اساس اون امر کتاب الله رو اجرا بکنید. امرنی tutmak با ته دسته‌دار نوشته tutup. نهیندن اجتناب ettim، از نهی اوامر منفی خدا گفته که کار رو انجام نده اجتناب ettim. آن için به همین دلیل bana bu ihsanı eylesin Allah gözüm Allah buna anın için buna yani bana bu ihsanı eylesin Allah. Gözüm yumup gittikçe fani dünyadan ancak dünyada eserim gale. حالا اون روزی که چشمو ببندم و از این دنیا با چشم بسته برم، ancak dünyada eserim gale. در اون ancak یعنی حداقل یه اثری از من در دنیای فانی بمونه. ancak dünyada eserim gale. مالتون رو تقسیم میکنن و میخورن و میره، چی چیزی از شما در دنیا به عنوان یادگار میمونه؟ ancak dünyada eserim gale yazdığım kitabullah'dır. این کتابی هستش که من نوشتم. عبدالله المؤمن دعا ایله یاد ایدلر. این عبدالله رو عبدالمؤمن رو این انسان مؤمن رو با دعا یاد بکنید. بنی her an ruhum için okusunlar فاتحه ایله قل هو الله. برای من فاتحه و قل هو الله بخونن که حالا من میخونم. من میخواستم ببینم که یه تاریخی پیدا میکنیم، بذارید بریم یک مقدار بالاتر که این آدم میخواد خداحافظی بکنه این کتاب رو، ببینیم که چی میگه. Onun adına Qabus ibn Mas'ab derlerdi ki Allah Teala Hazreti Yusuf'i ana gönderdi ve onu dine davet eyledi. Ol kişi imana gelmedi, küfür üzerine merhum oldu. Atasinden sonra Hazreti Yusuf 23 sene hayatida oldu. Ahir bu fani cihan ondan dahi yüz çevirdi. Ahirete gitti. İki oğulları Egrayim ve Meşa kaldı. دو پسر داشت. قرنداشتلری içinde یهودایی واسی ایلدی واسی ایلدی یعنی وصیت کننده. یهودایی پس یکی از پسرش یهودا بوده. واسی ایلدی böyle vasiyet eyledi ki beni tabut ile Misri'de koyasız ve bizim aslimizden bu peygamber gelirdir. Adı Musa ibn Umran ol. حالا دیگه نه اون تاریخ رو نگفت، اینجا اون داستان رو میگه و میگه که دیگه
من یادگار از خودم این کتاب رو میذارم. متاسفانه این کتاب هم تاریخش رو متوجه نشدیم در چه تاریخی نوشته شده. الله. خب روزگارتون به خیر و سلامتی، به امید دیدار. الله یار